قلعه راین دومین قلعه خشتی بزرگ جهانه که اگه از سمت کرمان حرکت کنید بعد از حدود 100 کیلومتر به این قلعه با شکوه بر فراز دامنه کوههای هزار میرسید. نوع معماری و اشیایی که از این مکان پیدا شده نشون میده که قدمت تاریخی قلعه راین به دوران ساسانیان برمیگرده. اگرچه از بالا معماری ارگ راین مثل ارگ بمه، اما اندازه این قلعه تنها 1/8 ارگ بمه و مصالح به کار رفته توی اون هم 1/4 ارگ بمه. بخش ورودی این ارگ رو بازار تشکیل میده. این قسمت برای مقابله با گرمای هوا راهروهای باریک و مسقف طراحی شده. بعد از عبور از بازار به میدانی میرسیم که به اون میدان سخنرانی میگن که در گذشته برای اطلاع دادن خبرهای مهم از قلعه حکومتی به عموم مردم مورد استفاده قرار داده میشده. اگه وجود پله ها توجه شما رو توی ارگ راین جلب کرد، باید بگم که وجود این پله ها بی حکمت نبوده و به منظور جدا کردن بخش های جامعه مثل خان نشین از اعیان نشین و عامه نشین بوده. جالبه که بدونید حتی نوع مصالح به کار رفته توی قسمت اعیان نشین با عامه نشین متفاوته. اگه از بالا و با دقت به این نوع معماری نگاه بکنید متوجه 36 بخش مختلف توی ارگ راین میشین که اونو مثل یه شهر کوچیک کرده، به صورتی که برای سکونت هر قشری از جامعه مثلا کشاورزان، تاجران، پیشوران بخش جدا اختصاص داده شده. و البته وجود خونه های 2 یا 3 طبقه توی اون زمان یکی دیگه از عجایب این ارگ بوده. شاید سرپا و سالم بودن ارگ راین شما رو متحیر کنه، اما دلیل اون اینه که تا همین 150 سال پیش هنوز افراد زیادی توی اون سکونت داشتن، اما بعد از مدت زیادی رها شد تا اینکه توی سال 1374 روند بازسازی و تعمیرات اون از سر گرفته شد. نحوه برقراری ارتباط برج‌های مراقبت اطراف قلعه به گونه‌ای بوده که 15 برج کناری اطلاعات به دست اومده رو به برج اصلی یا برج مادر که در قلعه حکومتی قرار داشت میفرستادن. توی بخش نگهبانی که نزدیک درب ورودی قرار داره سوراخ‌های وجود داره که از بالای برج میتونستن عبور و مرور افراد رو زیر نظر داشته باشن یا در هنگام جنگ‌ها با ورود افراد متفرقه دشمنان بر سرشون مواد مذاب بریزن. همه این برج‌ها 2 طبقه هستن و در ساخت اونها از چوب و خشت و چینه استفاده شده. یکی از دلایل شهرت ارگ راین کرمان کارگاه‌های صنایع فلزی اون بوده. توی این ارگ انواع شمشیر، اسلحه، قندشکن، داس، ساطور، قفل، خنجر، قیچی، انبار و تاج‌های علم‌های عزاداری تولید می‌شده. حرفه آهنگری و فلزکاری توی راین قدمت تاریخی داره که احتمالاً به اندازه قدمت سکونت توی این ناحیه عمر داشته باشه. ساخت اسلحه گرم هم توی دوره‌های نزدیکتر توی ارگ راین انجام می‌شد. اگرچه ارگ راین از نظر وسعت در برابر ارگ بم چندان حرفی برای گفتن نداره، اما چیزی که ماجرا رو جالب کرده شباهت سبک معماری اون به ارگ بمه. ارگ راین از نظر وسعت 1/8 ارگ بمه، ولی از لحاظ معماری چیزهای زیادی رو از برادر بزرگتر خودش به ارث برده. این موضوع که تو طول تاریخ هیچ گروه و مهاجمی موفق به فتح قلعه راین نشده شاید جالب ترین واقعیت درباره این سازه تاریخی باشه. توی منابع تاریخی گفته شده که در زمان حکومت یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانیان، اعراب به فرماندهی مجاشع بن مسعود ایالت کرمان و بسیاری از نقاط رو تصرف کردن، اما هیچ وقت نتونستن وارد ارگ راین بشن. توی قرن ششم جنگ بهرامشاه با ملک ارسلان در حوالی قلعه راین اتفاق افتاد که در نهایت راینی‌های ساکن قلعه از اونجا خارج شدن و به نفع ملک ارسلان جنگ رو خاتمه دادن. قسمتی از ارگ راین کرمان به آتشکده دائمی و موقت اختصاص داده شده بود که به دلیل رواج دین اسلام این آتشکده هم مثل آتشکده‌های دیگه ایران خاموش شد و بعدها کاربری زورخونه گرفت، اما آتشکده موقت رو هنگام برگزاری مراسم‌های خاص و جشن‌ها روشن می‌کردند. جالبه بدونید نوع معماری قلعه راین مانند 1000 توی با دیوارهای بلند و این تکنیکی برای کند شدن روند حمله مهاجمان به قلعه. گفتن این نکته جالب هم خالی از لطف نیست که توی ارگ راین راه گریز مخفی وجود داشته تا اهالی قلعه بتونن موقع حمله مهاجمان و سقوط قلعه از دست اونها فرار کنن.